سلام، به این برنامه خوش اومدین. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از قوی ترین و البته پیچیده ترین استراتژی های سرمایه گذاری تو استرالیا، خرید ملک با استفاده از صندوق بازنشستگی خودگردان یا همون SMSF. قراره با هم چارچوب استراتژیکش رو باز کنیم. شاید خیلی وسوسه انگیز به نظر بیاد، نه؟ ولی خب یه سری قوانین و قواعد خیلی خاصم داره. هدف ما امروز اینه که یه نقشه راه، یه مدل ذهنی خیلی شفاف بهتون بدیم تا بتونین تو این مسیر درست حرکت کنین. خب بیاین بحث رو شروع کنیم. اصلا از اول بپرسیم چرا باید به همچین چیزی فکر کرد؟ مگه چه مزیت‌های خاصی داره که اینقدر سرمایه‌گذارها رو به سمت خودش میکشونه؟ ببینین 5 تا مزیت اصلی اینجا وجود داره. یکی از بزرگتریناش اینه که شما میتونین وام بگیرین، حتی اگه سقف وامگیری شخصیتون پر شده باشه. بعدش شما توی محیط مالیاتی خیلی به صرفه تر کار میکنین. داراییتون هم محافظت شده است و حتی میتونین از پولهایی که به سوپر واریز میشه برای کمک به پرداخت قسطای وام استفاده کنین. و این استراتژی یه جذابیت خیلی خاص برای صاحبای کسب و کار داره. فکرشو بکنین، شما میتونین محل کار خودتون رو توی SMSF بخرین و بعد بیزنس خودتون اجاره رو مستقیم بریزه به حساب صندوق بازنشستگی خودتون. فوق‌العاده است، نه؟ خب حالا بریم سراغ اولین تصمیم استراتژیک خیلی مهمی که باید بگیرین. این فقط یه تصمیم ساده برای وام گرفتن یا نگرفتن نیستا. این در واقع انتخاب کل فلسفه سرمایه‌گذاری شماست. شما 2 تا راه اصلی دارین. راه اول استفاده از اهرم، یعنی وام میگیرین تا رشد سرمایه‌تون رو چند برابر کنین. راه دوم مسیر بدون بدهیه، یعنی با پول نقد توی سوپر ملک رو میخرین و روی یه درآمد اجاره ساده و مطمئن تمرکز میکنین. این 2 تا واقعاً 2 تا دنیای متفاوتن. یکی دنبال رشد، اون یکی دنبال درآمد. و حالا میرسیم به یکی از بزرگترین و شاید بگم پرهزینه ترین اشتباهاتی که سرمایه‌گذارها میکنن. اونا فکر میکنن خرید ملک توی سوپر دقیقاً مثل خرید ملک توی دنیای بیرون از سوپره، ولی اصلاً و ابداً اینجوری نیست. ببینین بیرون از سوپر استراتژی چیه؟ شما صبر میکنین ارزش ملک بره بالا، بعد روش وام میگیرین یا همون ریفایننس میکنین و با اون پول میرین سراغ سرمایه‌گذاری بعدی. اما داخل سوپر اون ارزش اضافه شده یا همون اکویتی قفل میشه. شما نمیتونین به راحتی بهش دسترسی داشته باشین. همین یه تفاوت کوچیک کل بازی رو عوض میکنه. پس نکته کلیدی دقیقاً همینه. این یه قانون جزئی و پیش و پا افتاده نیستا. این یه تغییر 180 درجه‌ای توی استراتژی شماست. دیگه نمیتونین روی اون پول قفل شده برای سرمایه‌گذاری بعدیتون حساب باز کنین. و دقیقاً به خاطر همین قفل شدن سرمایه است که سوالایی که موقع انتخاب ملک میپرسین باید کاملاً متفاوت باشه. دیگه فقط نباید بپرسین آیا این ملک رشد خوبی میکنه؟ باید بپرسین آیا این ملک با استراتژی بلند مدت صندوق من جور در میاد؟ آیا نقدینگی صندوق جوابگوی هزینه‌هاش هست؟ آیا برای نگه داشتن طولانی مدت مناسبه؟ خب حالا که این طرز فکر جدید رو داریم، بیاین یه انتخاب عملی رو با هم بررسی کنیم. برای SMSF ملک تجاری بهتره یا مسکونی؟ اینجاست که قضیه جالب میشه. هر کدوم از این ملک‌ها با یکی از اون 2 تا استراتژی که گفتیم بیشتر جور در میاد. ملک تجاری معمولاً بازده اجاره بالاتری داره و برای صاحبای بیزینس عالیه. از اون طرف ملک مسکونی معمولاً بیشتر برای رشد سرمایه خریده میشه. ولی خب قوانین خیلی سختگیرانه‌تری هم داخل SMSF داره. و اما بخش آخر رو خیلی مهم، خط قرمزها. ببینید، شنیدن مزایا و ندونستن محدودیت‌ها واقعاً خطرناکترین قسمت این ماجراست. پس بیایم خیلی رک و پوست کنده بگیم. اینا قوانینی هستن که به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشته بشن. این قوانین شوخی بردار نیستن. شما یا فامیلتون نمیتونید توی ملک مسکونی صندوق زندگی کنین. ملک نباید هیچ منفعت شخصی الان براتون داشته باشه. نمیتونین تغییرات اساسی توی ملک بدین وقتی وام داره و قطعاً نمیتونین از پول صندوق برای خودتون برداشت کنین. تمام پرداختای وام هم باید مستقیم از خود صندوق باشه، نه از حساب شخصی شما. و این رو هم حتما یادتون باشه، این برنامه یه راهنمای استراتژیکه که بهتون کمک میکنه چارچوب فکری درستی داشته باشین. این به هیچ عنوان جای مشاوره مالی تخصصی رو نمیگیره. حتما باید با یه متخصص معتبر که شرایط شما رو بررسی میکنه صحبت کنین. خب، حالا با تمام اینها سوال اصلی اینه، با توجه به این چارچوب آیا سرمایه‌گذاری روی ملک داخل SMSF واقعاً برای شما استراتژی مناسبیه؟
حالا که مزایا رو میدونین، دوراهی اصلی رو میشناسین، میدونین که طرز فکرتون باید عوض بشه و خط قرمزها رو هم بلدین، خیلی مجهزتر هستین تا ببینین این مسیر با اهداف بلند مدت مالی شما میخونه یا نه.